محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی فرمان مدال عالی دولتی غازی میر مسجد خان و مکافات نقدی را به پاس تلاش‌ها و قهرمانی باز محمد مبارز به خاطر شکست حریف روسیش در مسابقات ورزش آزاد به وی اعطا نمود. در این مراسم که در ارگ انجام شد، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اشاره به پیشرفت ورزش کشور گفت جای افتخار است که باز محمد مبارز در چندین مسابقه جهانی بیرق ملی افغانستان را به اهتزاز آورده است. وی از تلاش‌های خستگی ناپذیر مبارز و تیم مربیان که در این عرصه بی‌دریغانه قدم گذاشتند قدردانی نمود. رئیس جمهور تصریح نمود که ورزش‌های جمعی مانند فوتبال و کرکت میان مردم جایگاه خاص پیدا نمودند و این بار ورزش آزاد نیز جایگاهش را باز نمود که باید در این عرصه کار و تلاش بیشتر صورت گیرد. رئیس جمهور کشور افزود: خداوند شما را موفقیت‌های زیادتر بده. امید است که جوانای افغانستان به طرف مبارزه ببینن و در سپورت‌های فردی اینا را مثال و الگوی خود قرار بدن و سپورتمنای ما امروز باید مثال شوند بر تمام دوایر. کی تصور میکرد مبارزه مدالای طلا و نقره و برنز به سطح جهانی بگیرن، اما میفهمین که استعداد افغان حد و حدود نداره. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن آرزوی موفقیت بیشتر به ورزش افغانستان گفت دولت متحد است که در تمام از این بخش‌های سپورت امرای ریاست امید تربیت بدنی و امرای اداره المپیک اینا به صورت فعالانه کار کنیم تا هم انشالله موفقیت بیشتر بکنیم. بازم برتون تبریک میگم. باز محمد مبارز در اخیر از توجه رئیس جمهور کشور به خاطر حمایت از ورزشکاران قدردانی نمود و اطمینان داد که در آینده در مسابقات جهانی تلاش بیشتر خواهد کرد تا نام افغانستان همچنان در فهرست قهرمانی ثبت گردد.